20 سال پیش پایتخت تاجیکستان میدان جنگ بود. نیروهای طرفدار دولت شهر را از مخالفین گرفتند. جنگ داخلی 5 سال دوام کرد و 100,000 نفر را به هلاکت رساند. بیش از 1 میلیون نفر بیخانه و جای شدند. حالت بسیار مشکلی بود، حالت ناگواری بود که واقعا نیروهای گوناگون رو بر روی حمله افتادند و طبیعی است که بین اونها تیرپرانی و کشتار و قتل و هر گونه حادثه های جنگی روی میداد. اصلا مناقشه ماه می سال 1992 آغاز یافت. مخالفین اسلامی استعفای پرزیدنت تاجیکستان را طلب کردند. پرزیدنت کمونیست به استعفا مجبور شد. وزیران و وکیلان از پایتخت گریختند و در خوجند جمع شدند. در خوجند امام علی رحمانوف رهبر نوی کشور انتخاب گردید. همه همین جنگ‌ها برای کرسی هست و برای چی دیگر به 3 سال ما همین رو دیده شد، همه برای کرسی برای داشت. در جنگ‌های پراکنده 25,000 سرباز روسیه از رحمانوف حمایت می‌کردند. شماره قربانی‌ها هم از طرف آشوبگران هم از سوی نیروهای رو به حکومت زیاد بود. مردم آسایشته نیز زیاد قربانی داد. مردک خدمت در هم در خونم میگم صبحانه بستن بچه من در همه پوچت خپیدن کشتن پوش شکستن دندونش لطکن شکستن میونش شکستن همه مرد است. سال 1994 در انتخاباتی که از سوی مخالفین بایکات شد، امام علی رحمانوف پرزیدنت تاجیکستان انتخاب گردیده سرقانون نو به تصویب رسید. هرچند شکایت ها در مورد زیاد بودن تقلب در انتخابات جای داشت. Конституция Республики Таджикистан. И притом Конституция из бывших республик принята в таком сложнейшем обстановке референдумом. Это самые демократичные выборы. ماه دکبر سال 1996 جانب‌های درگیر تاجیک در مسئله تشکیل کمیسیه مصالحه ملی به موافقت رسیدند. بعد 6 ماه سازش صلح را به امضا رساندند. جنگ شهروندی تاجیکستان خاتمه یافت. سال 2015 یگانه حزب مخالفین منع شد.